سلام و درود شاگردان عزیز، دوستان مهربان، هواداران مشق‌های روانی. سال 2020 سپری شده ایستاده است و آن چیزهایی که به دست آوردید شکرانه کنید و آن چیزهایی که هنوز نرسیدید به آنها صبر کنید که امیدواریم انشالله در سال 2021 شما آنها را هم به دست میارید. بنده با امید است. البته ما شکر خدا نهایت مهربان است و شکر وطن میکنیم که تنج و امن است و البته این دور را، این زمانه را استفاده باید برد تا اینکه انکشاف یابید، تا اینکه به کمالات برسید و زندگی را چنان کنید که در آخر حیات بتوانید گفتن که من زندگی شایسته کردم و منتدار هستم از خدا که چنین زندگی را به من عطا نمود. و البته به سال نوی می آمده شما نبرید احساسهای منفی را، آن فکرهای بد را، آن واقعهای ناخوشی که با شما شده بودند و با یک جسارت، با احساسهای مثبت مهر، محبت، بخشش، امید، باوری و فکرهای سالم و آینده ساز، روان واقعی و درک کننده و آینده بین و شخصیتی که به مردم منفعت آور و طبیعت معتدل و روح بالیده زندگی را در این سال می آمده سر کنید. با شما موفقیت ها خواهانم و فراموش نسازید که یکی از عامل هایی که شما را به مقصد ها می برد می رساند انشای خدا این مشق های روانی، ورزش روحی هست که با نام سکوت کبیر است. آن را شما پیوسته اجرا کنید. سکوت کنید، سکوت کنید، باز سکوت کنید. این است توصیه ما با شما.